این شما و اینم لیست بازیگرای زن ترکیه که به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شدن. معطلتون نمیذارم و این ویدیوی باحال رو تا انتها میبینیم. تا یادتون نرفته دکمه عضویت کانال لنز در یوتیوب رو بزنید. آیبوک پوسات. آیبوک بازیگر مطرح سریال لوروکس در سال 2014 در رقابت‌های زیباترین زن ترکیه رتبه سوم رو به دست آورد. امینه گولشه، همسر زیبای مسعود اوزیل در سال 2014 به عنوان ملکه زیبایی ترکیه انتخاب شد. سلن سویدر در سال 2007 دختر شایسته ترکیه شد و به مسابقات جهانی در چین راه پیدا کرد. بیرجا آکالای. بیرجا در سال 2004 و زمانی که 20 سال داشت در رقابت‌های دختر شایسته ترکیه شرکت کرد و نفر سوم این مسابقات شد. بعد از این مسابقات در مسابقات دختر شایسته اروپا شرکت کرد و تا نیمه نهایی پیش رفت. هاند ارچل در سال 2012 به عنوان ملکه زیبایی ترکیه انتخاب شد و بارها در بین 100 بازیگر زیبای جهان قرار گرفت. سرنای ساریکایا در 15 سالگی در مسابقه زیبایی جوانان اروپا که در کشور چک برگزار شده بود شرکت کرد و موفق به دریافت جایزه ویژه شد. سرنای در سال 2010 در مسابقات ملکه زیبایی ترکیه مقام دوم را به دست آورد. مریم اوزلی مریم در سال 2014 به عنوان زیباترین زن جهان انتخاب شد و بارها در لیست زیباترین زنان جهان دیده شده. برجو بیرجیک در سال 2006 عنوان ملکه زیبایی مدیترانه رو به دست آورد. جانسو دره اولین بار در سال 2000 وقتی 20 ساله بود در مسابقات ملکه زیبایی ترکیه که توسط کانال دی برگزار شد تونست مقام سوم رو به دست بیاره. دیلان چیچک دنیز دیلان نفر دوم مسابقات دختر شایسته ترکیه در سال 2014 بود. دیلان در مسابقات دختر شایسته جهان که در سال 2015 در میامی ایالات متحده برگزار شد به عنوان نماینده ترکیه شرکت کرد اما نتونست مقامی به دست بیاره. آیسون کایاجی کایاجی در سال 2004 موفق به دریافت جایزه بین‌المللی MGD و عنوان بهترین مدل ترکیه شد. جنیفر شبنم اسچیفر تا به امروز برنده عناوین متعددی از جمله زیباترین دختر اروپا، دختر شایسته آلمان شده و چند بار اسمش به عنوان بانوی زیبا در مجله‌های مختلف جهان اومده. هلال آلتین بیلیک
اون در حالی که در دانشگاه مشغول تحصیل بود در یه مسابقه زیبایی شرکت کرد که با شایستگی در این مسابقه بین 5 نفر برتر قرار گرفت. آذر آکین در سال 2002 به عنوان ملکه زیبایی دوشیزه دنیا انتخاب شد. این اولین بار بود که این عنوان در دنیا به یه ترک می رسید. فیضا چیپا در سال 2007 در مسابقه دختر شایسته ترکیه شرکت کرد و نفر سوم شد. غمزه اوزچیلیک در سال 2000 در مسابقه ملکه زیبایی ترکیه عنوان زن شایسته را به دست آورد. گیزم کاراجا این مدل و بازیگر در سال 2011 در رقابت‌های دختر شایسته دنیا به عنوان نماینده ترکیه شرکت کرد و رتبه دوم رو به دست آورد. همینم باعث شد توی رقابت‌های دختر شایسته ترکیه شرکت کنه و اول بشه و همچنین جایزه خوش‌پوش‌ترین رو هم به دست بیاره. خدیجه شندیل در سال 2001 تونست دختر شایسته سال کشورش انتخاب شه و در مسابقه دختر شایسته اروپا سوم شد. هاند سوباشی در سال 2005 به عنوان بانوی ترکیه انتخاب شد. هازار سوباشی در سال 2015 به عنوان بانوی زیبای ترکیه انتخاب شد. لیلا توغوتلو در سال 2008 در مسابقات دختر شایسته ترکیه مقام اول را کسب کرد. ملیسا آسلی پاموک اون در سال 2011 به عنوان زن شایسته ترکیه انتخاب شد و راهی مسابقات جهانی شد. همچنین ملیسا در سال 2009 در مسابقه بهترین مدل ترکیه عنوان مدل امیددهنده آینده را به دست آورد. صدف آفجی در سال 2001 زن شایسته ترکیه شد. سلن دمیر آتار در سال 1999 زیباترین زن ترکیه شد و در رقابت‌های جهانی رتبه سوم رو به اسم خودش ثبت کرد. چاغلا کوبات در سال 2002 به عنوان زیباترین زن ترکیه شناخته شد. خب دوستای لنزی، به نظرتون کدوم یکی از این بازیگرا استحقاق این جایزه رو داشتن؟ برامون جوابتون رو کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره.